طبق قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، برای مشارکت در ساخت باید قرارداد در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسه و امکان قرارداد و معامله مالک با هیچ شخص دیگه‌ای وجود نداره. و برای دستور تهیه نقشه و پروانه ساختمان، شهرداری در سامانه ثبت الکترونیک آن را ثبت و در پرونده ثبتی منعکس میکنه و مشخص میشه که در روی این پلاک و ملک چه تعداد واحد ساخته خواهد شد و چه مشخصاتی دارند. اداره اسناد و املاک موظف شده است که برای هر واحد شناسه یکتای ملک مورد نظر را صادر کنه و اداره پست هم باید برای هر واحد کد پستی جداگانه رو در نظر بگیره و مشخص میشه که در این ملک چند واحد و به چه شرایطی ساخته میشه و هر کدام شناسه یکتا دارند. و زمانی که میخواهید ملک را پیش فروش کنید، باید بر اساس آن شناسه یکتا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید و معامله خودتون رو ثبت کنید. و از طرف دیگر امکان معامله شناسه یکتا با شخص دیگه‌ای وجود نداره. واحد مورد نظر به نام کسی که پیش خریدار هست قفل میشه و تمام این معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت میشه و کاملا معتبر و قانونی خواهد بود.